این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمی کنم که اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ قدغن. ما با سگ هم ردیف بودیم، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت، ولی در هر صورت ما اونطور بودیم. سوار ترن می شدیم، ما رو می ذاشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگری. تهران می آمده همطور بود. کرج که می خواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشتیم. فقر و بیچارگی و مرض و تیفوس و همه این چیزا تو این کشور بود. اسم اونم گذاشته بودیم پل پیروزی. پل پیروزی برای عده دیگری بود، برای ما که نبود. یعنی در کشور خودمون غریبه بود، به حساب نمی آمد. امیدوارم این عقده‌های حق رو، بدبختی که اون روز داشتیم، امروز ما فراموش کنیم.